روز دوشنبه 28 فوریه قرب روبل روسی در مقابل تقریبا تمام اسعار خارجی شدیداً به زمین زد. صبح 28 فوریه قرب دلار و یورو در مقابل روبل رکورد تاریخی گذاشته متناسباً به 118 و 133 روبل نزدیک شدند. نیمه روز قرب روبل یک کمی آرام شد ولی آن هم در حدود 100 روبل برای یک دلار. صبح 28 فوریه قرب روبل در بازار تاجیکستان نیز یک باره بیش از 30% کاهش یافت. در بیرژه 1000 روبل 115 سومونی قرب دارد ولی بانک ها برای 1000 روبل حد اکثر تا 100 سومونی میدهند. اسخات برای مثال به مشتریانش در عوض 1000 روبل 100 سومونی پیشنهاد میکند ولی سبربانک همگی 98 سومونی. این در حالی است که قرب 1000 روبل رسما 136.4 سومونی و 23 فوریه یعنی همگی یک روز پیش از شروع عملیات مخصوص حربی در اوکراین 1000 روبل 149 سومونی ارزش داشت. موج آخرین افت به شدت یا به اصطلاح مردم به زمین زدن قرب روبل در حالی است که اینک 5 روز باز در اوکراین جنگ ها ادامه دارند و کشورهای اتحاد اروپا و ایالات متحده آمریکا در مورد از شبکه سویفت خارج کردن یک عده از بانک های عمده روسیه به توافق رسیدند. بیرون کردن بانک های روسیه از این شبکه عالمگیر که انتقال زود و امن پول ها را بین بانک ها تامین میکرد ضربه هضم حساس و جدی به نظام مولوی روسیه در بین تحریم‌هایی است که طی چند روز حمله نیروهای ارتش روسیه به خاک اوکراین به ضد مسکو جاری کردند. بی‌قرب شدن پول روسیه به سطح درآمد میلیون ها مهاجر کره از جمله بیش از 1 میلیون مهاجر تاجیک و همچنان به سطح زندگی عائله های این مهاجران که منبع اساسی درآمدشان پول‌های از روسیه ارسال شده بود ضربه جدی میزند. اقتصاددان ها بر اینند که اگر مذاکرات صلح بین روسیه و اوکراین که روز 28 فوریه آغاز یافت کامیاب نشود و جنگ ها در اوکراین و به دلیل آن اعمال تحریمات بازم سنگین‌تر به ضد روسیه دوام یابد قرب روبل همچنان بیست به زمین زدن میگیرد و 630 میلیارد دلار ذخیره های طلا و اسعار روسیه هم روبل را نجات دادن نمیتوانند دست کم در کوتاه مدت.